نیمه دوم روز 5 مارس در مرکز ولایت سوخت شهر خوجند نشست مطبوعاتی غیر نوبتی یعنی بریفینگ کارمندان صحی تندرستی برگزار گردید. در آن معاون سردار ریاستی تندرستی و سردختر مرکز سانیتری و اپیدمیولوژی ولایت، نمایندگان رسانه و مجله، تلویزیون و رادیو شرکت نمودند. موضوع بریفینگ اویدی پنهشوی و پیشگیری کرونا ویروس بود. قید گردید که مقصد تشکیل نمودن این بریفینگ پیش از همه معلومات نکنی اهالی و خاتمه گذاشتن به هر گونه سخنهای دروغ و تخلق انگیز می باشد. مسئولین بارها تاکید نمودند که خوشبختانه در جمهوری تاجیکستان این نموده ویروس به قید گرفته نشده است. تا زیاده از 266 نفر از 10 شهر و ناحیه‌های ولایت که از جمهوری چین آمده بودند دوره کرانتینی را گذاشتند. در آنها یگان گونه علامت بیماری دیده نشده است. همچنین اطلاع دادند که در همه شعبه‌های صحتی شرایط‌های طبابت وجود دارد و شهروندانی در کرانتین بوده با 3 محل خوراک گرم تامین هستند. یکی از سبب‌های تشکیل گردیدن بریفینگ اویدی آوازه‌های زیاد در بازارهای مرکزی و کوچه‌ها بود، اما مسئولین همه این گفته‌ها را رد کردند. از صبح سنه 5 مارس در بازار ساکنان زیاد به نظر می‌رسید. آنها اساساً محصولات نیازی اولیه مردم را خریداری نمودند. همزمان عصبی زیاد بودن طلبات ذخیره یک روزانه فروشندگان تا نصف روزی به اتمام رسید. تا درجه نرخ بعضی از محصولات ها گران شده مردم را به تخلق آورد، اما مسئولین کارهای فهماندهی را زیاد گردانیده وضع را معتدل نمودند. گفته شد که مردم باید زیر کیلو از دست ندهند، زیرا فروشندگان در این فرصت به نفع خود کار کرده ایستادند. نرخ بازار عینی ها به معیار آمده کوشش دارند که تا پگاه یعنی سنه 6 مارس بازار را پر از محصولات اولیه مردم گردانند. من اوضاع ارزان، من روغن ارزان همه به صفت بای کرده شده است. برای همین امروز بود اگر بود میشود روغن. امروز چقدر آورده تو؟ امروز اکن همین 2 بشکه 3 بشکه آوردیم. عصبی همون ادار شد کیلو بعد 50 کیلو 60 کیلو میخواد. مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت اطلاع دادند که ذخیره محصولات نیازی اولیه مردم برای 2 سال کفایت کننده بوده. در مجموع برای تامین احتیاجات مردم اقتدارهای ضروری استحصالی دارند. بنا به اطلاعات رسمی سال 2019 استحصال غله در داخل جمهوری 1.4 میلیون تن بوده. 1.1 میلیون تن از خارج وارد شده است که نسبت سال 2018 132,000 تن زیاد است. حجم استحصال روغنی رستنی نیز در سال 2019 زیاده از 120,000 تن را تشکیل می‌دهد. اصلا ذخیره مواد عضوخواری از جانب شهروندان خوب است، اما باید به نرخ و صفت محصولات اهمیت داد. رهبریت بازار گفت که از روز دیگر نرخ در بازار به حالت مقرری برگردانیده شده طلبات مردم را قانع می‌گردانند. ارد اساساً روغن، شکر، همین محصولات‌های برای ذخیره کردن زیادتر خریداری کردن. این بود که همین روز حاضر همین وقت با بعدی ذخیره اردی که در همین مغازه های ما داشتن، جای فروش ارد داشتن، همین به اتمام رسید، تمام شد. مونده ذخیره کلان ارد هست، این انبارها با آت هست. بعدی به چاپ رسیدن چندین خبرهای بردروغ در سامانه‌های اجتماعی جوانان نیز تا جای در حیرت بودند، اما بعد گذراندن کارهای فهماندهی مشق و تمرینی خود را بخشیده به تجلیل نوروز ادامه داده ایستادند. طوری یک ماه می شود که زیاده از 20,000 نفر خوانندگان و همچنین دانشجویان دانشگاه‌های عالی میقیاس ولایت سوخت در همین مکان یعنی ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر خوجند برای تجلیل نوروز بین‌المللی آمادگی دیده ایستادند. رفتی کارهای آمادگی همه روزه در همین جا ادامه دارد و امروز عصبی نامساعد آمدن آب و هوا در ولایت سوخت مشق‌های تمرینی یعنی مارشیروفکا منع کرده شد. این حال دیده ایستادیم که در پس من صحنه گذراندن چهاربینی‌های فرهنگی در شهر خوجند شده ایستاده است. از ریاست فرهنگی ولایت سوخت اطلاع پیدا کردیم که جهتی در سطح بلند دایر گردانیدن نوروز عجم همه ساختارهای مربوطه وظیفه دار شدند. چهاربینی بین‌المللی نوروز عجم سنه 22 مارس با همه عنعنه و خصوصیت‌های نوروزیش برگزار خواهد شد.
як гурӯҳ одамон вобаста ба паҳншавии коронавирус дар Тоҷикистон шабакаҳои иҷтимоиро пур аз хабарҳои бардуруғ гардонида мардумро ба эҳсосот оварданд. нисбати ин гуна ашхос кормандони ҳифзи ҳуқуқ низ бетараф набуда тибқи қонунҳои амалкунанда ба ҷавобгарӣ кашида хоҳанд шуд. бино ба иттилои ҳоҷӣ ҳусейн мусозода раиси шӯрои уламони дини вилояти Соғд, масҷидҳо тибқи қарори шӯро муваққатан аз намозгузорӣ боз истод. ин ҳам бошад барои пешгирии бемориҳои коронавирус ва овозаҳои мардум аст. Фаррух Усмонов, Саид Зариф Зарипов аз шаҳри Хуҷанд барои барномаи иттилоотии Навид.